دوستان ما از یکمی کس برای هر یک تایشون $100 آماده کردگیان در سیرکای در کامنتاری بده میدروین هنگامی رجیستراسیون پروموکودی یابانی را استفاده میکنین و شما پر میکنین صاحب $100 میشین. شانسی خودتون ای دست نتین. سیرکا در کامنت. جناب و خانم ها میخوام همیشه شما را خنده در لب بینم، برای که همیشه شما را خوشحال بینم. در سیلکه که در پایان ایستادگی نظر انزلین دلت میداره. روز یک شنبه ورچی بیچاره تا سحر درس مینم که کبینه اویله که در کی روز میشه برم خونم دری کبینه تق تق میشه مدره یک کمپیر اساچه در دست یک نیمیرو بین پیچ که دیگه هم مامو جان چوکا دندانو بکن و خاله بیا وقت نیسته حالا اپرتا تیور رسه میسستران هستم برای یه روز استراحت روز دوشنبه بیا نه بکن خاله جان بکن یا همه خیلی اکم کمپیر همه خیلی مندازه یا مکنه یا ایستا مخیر نگاه مکنه کمپیر نیست وره چند خیلی دست روش میشو از پا حالات میفره یکان جور نگاه نمیکنه خانهش میره روزی دوشنبه کرده میه نه همه اچات و اوچات کسی که در تق میشه یک براتن هم خیلی داره یک گرمی. سلام علیکم ناصر شما این ها ما روزی بازار شما دیجور نبودین ها یکان کمپیر آمده بود پیش دندان کنی ها آمده بود رفیق دکتر آمده بود ای رفیق اکا آمده بود پدر مادرت رحمت این کلیتای ماشین اینه $1000 دیگه تحفه برای تو. اکا من نفهمیدستم برای یه دندان کنی نه تو پرایل نکدی وای خوشتامنی مای تو وای رو بجای دندانشو بکنی زبانشو ای حلقش کشیدی گرفتی بقب تو فرق خیلی باید قصه پیشکش میکنیم در باره حیوانا. گرگ سهر میخزه ای دوری همون شاخ و شپه ای دوری همون جنگل پنگل همه تو لرزیدسته پخمیل مگزین رفته سته که زرگوش ای پیش سمکت قطعی اومده سته نگاه میکنه گرگ حیران میشه مگه زرگوش ای چیه مگه ای سمکت های مگه من بیا یه حیکنم بیا گفتای تالکش تا برای همه عرق زنید ایره تو چی میفهمی تا هایی که ده نمیتونی میگه زره بر میره گرگ میره 3 بوتیل که عرق میگیره میای مزنه پگه سهر میخزه با همه که رنگ کربیراتوری کهنه همه خیلی لرزیده سته میروی کوچه در رفته که خرگوش هایوش ولیسفه قطعی میسه ها خرگوشی چه؟ مگه ولیسفه ده بیا مگه یک های کنه گفته تا الکش برای همه عرق بطی رایی که ده نمیتونی برای آدمای هوشیاره خیلی خراشو پگه با همه خیلی کار پگه خرگوش گفته برای اون گرگ یا ازدیوات سکنو ولیسفه قطعی میگه که ای دوری همون شاخ و شپا یا ورتلیات همه خیلی میخزه خرگوش نگاه میکنه گرگ ضروری همش دیگه ورتلیات میگه کسی چی ورتلیات ای کجا گرفتی میگه کسی چی تی اون همون بوتل کار فروخته جاشته ورتلیات خریدم. هم به پایان میرسد در دیده من خواب نیست. یا پیمان برای برادرای شیر محمدی یاوان شو میشه ساعت 11 12 1 2 زنک جداد میکنه مردکی خدا زده نمیبیه قریبی سحر ای کجای همه خیلی کل دو خورده 6 تا خسته میبیه ها زنک طرفی مردک خیش مردگی نخاله چی مگه زنک چی که پای تینجای کجا ده بدی؟ هیچی؟ خانه سیدبک شانده بودم چی کار کدی؟ هیچی زنک جان دومینا بازی کدیم با بوی عرق کده سکو پیرخری خدازده گفته زنک همه تو به عقلی چی؟ آنو تگام با بوی دومینا مکدم. سلام علیکم برادرای عزیز. خنده دارو است آدم را تبابت میکند. اول منظرت میپرسیم ای خانمای زیبا. یک زنک سحری روز خیلی لرزیده پیش فرج میداره میگه سلام علیکم دکتر جان خیلی من خواهش درخواست خطیم بودم من خیلی زنکی هستم که همین مردینه را نقض میبینم این همی سحری ها میخیزم ای خواب بر وقت میرم پیشی رئیس قشلاق قطیوه عادیخ میکنیم سکس میکنیم
با عبیدی اگر هم خماری که گرفت با وجود زود تکنیک هسته پیشیوی میرم کمتر اودیخ میکنیم سکس میزنیم انا با دکتر جون میدونی چی با انیجه با بریگادیری تراکتوریستا هسته با خطیوی کم سکس میزنیم یک دقیقه دکتر جون همه قشلاق با یک کمبویچی اومده کم خطیوی اودیخ میکنیم دکتر همه خیلی نگاه کده نسامم دلی گفته تو زنه که کیفی بدی گفته بنویس دکتر بنویس پرافکر بنویس که من قنچق نیستم من زنه که کیفی